رو به دوربین معرفی کن. ملینا هستم. ملینا خانم چی را ذکر داری امروز؟ هر چی شما بگید من میتونم. خب پس با یه چیز ساده شروع کنیم که مرکی زده باشیم شما رو. به مثل بهاره که شنیدی. بگید یه دو. مثل بهاره. آره بابا که حل. مطمئنه راحت دیگه چون چیز سخت انتخاب نشد. بفهمید هر مواظب بودید رو به دوربین بفهمید. به مثل آبای بهار. جان؟ آبای بهار؟ بله نه من گفتم بهار آبای بهار. من گفتم من توی شنیدم. یه بار دیگه بخونید شادش باشه. مایست 3 2 1 به مثل آبای بهار. خدای من چه برای در آبای بهار خانم آبای بهار داری میگی یا؟ من نگفتم آقا آبای بهار. من فکر کنم شما اینجا زیاد رفت آمد دارید. خب پس شما الان زنگ شما تکرار کن ب بگو. گرفتی؟ بله ادامه بدید. به مثل آبای بهار خانم ادامه نده این طرز خوندن نیستش خانم 3 کلمه است به مثل بهار شما چرا دیگه آقا من گفتم به مثل بهار چیز دیگه شما خانم شما میگی به مثل آوای بهار نه آقا چی من خانم اینطوری نمیشه بابا میخوای یه بار دیگه امتحان کنی یا بعد کات بدم شما هر چه خودتون سلام یه بار دیگه بخون شما را نمیشه خانم تفسیر چطور مگه بله حتما اونو میام چطور لازم دارین ما که لازم ما اونو میام خانم شما نمیخواد توی زمین دخالت کنید یه بار دیگه بخون به مثل آوای بهار کاتش کن کات